از دولت ما میخواهیم که شاورما بندی است و ایورم هر دوتایشان نظامی بودن. شاورما در وزارت داخله بود، دیگه مدت 5 سال میشه که بندی است و 20 سال قید داره. گفته میتونه به چی دلیل بندی شده؟ بله، قبل از اینکه یا زندان شوند همراه بچه کاکای پدر خود در قریه سرزمی که چرا سرما خاک باد کردی و از این گپا جنگ کرده بودن. همی ایورم باز ما ایورم رفت تک دول سالی شکر داره اوجا چی کرد عریضه کرد او را بندی کردن باز بدون اجازه ما، یعنی بدون از اینکه ما بر از اجازه آزادی بدیم او را کسی از بند آزاد کرد. فردای از او روز وقتی که ایورم از لوگر آمد که اوجا کت از وصله کنه، او هم کارمند دولت بوده. همی ایورم دانورای ازی گرفته میشه، باز با سلاح کلاشینکوف سرش وقت حمله میشه یا از جان خود دفاع کرده. دیگه به خاطر از او شاورما بندی شده و 20 سال قید داره. اونا تقاضا کردند که باید در ضمن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان منصوبین و محبوسین نظامی افغانستان به خاطر ارج گذاشتن برایشان، حرمت گذاشتن برایشان، احترام برایشان، تقویت نیروهای امنیتی باید بدون قید شرط رها گردند. زمانی که این اعضا تقاضا کردند از جناب رئیس جمهور تو باید فرمان صادر کنی که بدون قید شرط تمام زندانیان نظامی افغانستان رها گردند. در این قسمت تمام زندانی های طالبان که 5000 زندانی اونها رها گردیدن و ما او را به فال نیک میگیریم. خدا کنه که باعث از این شود که صلح و سرتاسری در کشور ما بیاد. اما متاسفانه تکرار میکنم متاسفانه فرمانی که به خاطر نظامیان افغانستان به خاطر قهرمانان کشور ما بودن متاسفانه تا امروز او فرمان تطبیق و عملی نگردیده. وقتی که نظام ما، حکومت ما، دولت ما به حرف مردم، به درد مردم، به سخن مردم گوش نمیدهد، مردم مجبور است اعتراض کند. این حق ماست. اعتراض حق هر شهروند است. اعتراض حق است که حکومت های مستبد حق قانونی و شهروندی یک شهروند کشور را سلب میکند. ما تا چه زمان ببین این استبداد خاموش بنشینیم، سکوت کنیم؟ سالها سکوت کردیم ملت با چنین سرنوشت است. 20 سال حکومت اشغال امریکا در اینجا حکومت میکند ولی هیچ ملت از ملت صدایی نمیاد، چون ملت گرسنه است. ملتش سرش دادن، ملت در جبر تاریخ زندگی کرده. ما وقتی که از جامعه مدنی صحبت میکنیم، جامعه مدنی را کجاش صحبت کنه؟ جامعه مدنی پروژه هایی است که از طرف غرب حمایت میشن، با 4 سخن حرف و حدیث بسیار ساده میان مسائل مطرح میکنن. اگر جامعه مدنی است بیا واقعا این مسائل موشگافانه بررسی کند که این مسائل مهم کشوری است. قاتل رها میگردد ولی افسر نظامی، کادرهای نظامی در پشت میله های زندان محبوس هستند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.